چرا از لوازم آرایش مینی استفاده میکنی؟ سلام. امروز اومدم راجع به این براتون صحبت کنم که چرا استفاده از لوازم آرایش مینی بهتره. دلایل زیادی برای این کار هست که از مهمترین دلایلش اینه که کمپانی‌ها وقتی که میان لوازم آرایش مینی رو تولید میکنن از غلظت بالای این مواد استفاده میکنن، به این دلیل که مشتری‌ها و کسایی که از اون استفاده میکنن ترغیب بشن که برن و اون فول سایزش رو تهیه کنن. به همین خاطر بالاترین کیفیت رو نسبت به حتی بعضی وقتا آیتم‌های فول سایزشون دارن. دلیل دیگه‌اش اینه که برفرض شما فکر کنید که من یه همچین ریمیلی دارم، یه همچین برندی دارم و تا حالا ازش استفاده نکردم. تعریفش رو شنیدم و دوست دارم استفاده کنم. اگر برم سایز بزرگش رو بگیرم، ممکنه حالا به هر دلیلی به پوست من نسازه، خوشم نیاد یا حساسیت بده، هر چیز دیگه ای. پس من میام از این مینیش استفاده میکنم. هم هزینه کمتری داره برای من، هم این که خب اگر که خوشم هم نیومد خیلی دلم نمیسوزه، میگم که خب حالا یه چیزی رو استفاده کردم و خب به نتیجه نرسیدم به هر دلیلی. یکی از دلایل دیگه‌اش که من خودم به این دلیل خیلی استقبال میکنم از لوازم آرایش مینی اینه که خیلی وقتا من آدمیم که جز مهمون یا موارد خاص خیلی از لوازم آرایشی استفاده نمیکنم. به همین خاطر خیلی وقتا پیش میومد که روژام میموند، حالا یا خراب میشد یا خشک میشد. معمولا البته خشک نمیشه ولی ریملام خیلی وقتا پیش میومد که خشک بشه. به همین خاطر خب خیلی دلم میسوخت. ولی وقتی از این لوازم آرایش مینی استفاده میکنی تا تهش رو تقریبا من میتونم بگم استفاده میکنم. و دلیل دیگه ای که من بهتون توصیه میکنم از لوازم آرایش کوچیک استفاده کنید اینه که شما وقتی که با خودتون میخواین لوازم آرایش کیف کوچولو همراه داشته باشین، چه تو مسافرت، چه محل کارتون، چه حالا جایی میخواین بریم مهمونی، عروسی، خب اینا حجم کمتر و جای کمتری میگیرن و خب شما هم نگران این نیستین که گم بشه، هم حتی مثلا برفرض حساب کنید این عکس رو شما میخواین با خودتون ببرید، اگر که بخواین بزرگش رو ببرین هر آن بعد نگران باشین که نیفته، بشکنه، یه جا تو گرما قرار نگیره، بپره. و وقتی کوچیکشه دیگه استرس و ناراحتی هم بابت اون ندارین. تا ویدیوهای بعد خداحافظ. من یه ویدیویی هم خواهم گرفت بابت معرفی تک تک این آیتمایی که به شکل مینی موجوده. خدا نگهدار.